سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدم بهتون یاد بدم چجوری فارمی مثل همین چیزی که پشت بک‌گراند من هستش رو درست کنید به راحتی. به این نوع فارم ها میگن ماکرو دستی که خب مثل ماکرو عمل میکنه ولی بد نداره چون نیاز نیست شما ماکرو بزنید. مثلا حالت جسی که هستین مثل ماکروه. بریم واسه ادامه این ویدیو. خب بچه‌ها به این نوع فارم میگن فارم ماکرو دستی که بهترین فارمیه که میتونید استفاده کنید بدون یوز دادن ماکرو، بدون بند شدن. اول از همه باید سولسند خب بذاریم و بین این دو بلاک فاصلش به تاش میایم و این بین این فاصله یه بلاک فاصله میدیم، سولسند رو میذاریم تا 12 تا همینجوری و خب اینجا هم باید 2 تا فاصله خالی بذاریم و ادامه بدیم تا 12 تا، پنجمی، ششمی، هفتمی، هشتمی، نهمی، دهمی، 11می، 12می. خب وقتی این 12 تا رو زدین باید TNT ها از اول شروع کنید تا اونجا به این صورت. 2 تا TNT اینجا میذارید، 2 بلاک بالا، یه دونه بلاک بغل، 2 بلاک بالا، یه دونه بغل. به این صورت میذارید تا آخرشو. خب وقتی اینجا تموم شدهش باید درت بذاریم. خب درت رو چجوری باید بذاریم بدون اینکه بخوایم داخل این بیلدرمون رو پر کنیم؟ باید بریم داخل جیکوب، اونجا بهت میفروشه و بغل جیکوب هم آنیتا، اونجا اولین قسمتی هستش که شما میتونید خریداری کنید. بریم خریداری کنیم. وقتی رسیدید به جیکوب بغلش آنیتا رو کلیک میکنید، اینجا اینو خریداری میکنید و قرارش روی داخل بیلدرتون، بیلدر رولتون. وقتی قرار دادید باید روی اینا درت بذارید. بگو الکترالا. اینجوری تمام این TNT ها رو باید انجامش بده. وقتی تمومش کردین کلشو گذاشتین باید یه کاری انجام بدین. یه هوی هستش به نام هوی آف، نمیدونم گریتیست همچین چیزی، تولونگ همچین هویی که الان میبینید دست منه رو باید بخرید. به این صورت آخرش یعنی دست راستشو میزنید و میذارید واسه ساختش همینجوری تا تهشو ببره. وقتی کل اینجا رو تمام کردین رسیدیم به جایی که باید آب بذاریم. باید تنظیمش کنیم که آب بذاریم و خب این درتامون یکم خیس بخوره و خب دونه های ملون یا پامکینی که میخوایم بذاریم و بذاریم تا رشد کنه واسمون. این هم واسه ملونه و هم واسه پامکین. به این صورتی که من میذارم شما باید درت بذارین. وقتی اینو انجام دادید باید آب بذارید تا اون ته. آبو قرار میدید، وای میسید تا تهش بره. خب تا تهش رفت میرید بعدیو میذارید، اینم تا تهش دوباره میره. وقتی که آبا رو قرار دادین باید زیرشون رو خالی کنید. به این صورت شیفت رو نگه میدارید، اسپیس رو نگه میکنید، نیفتید بوید و کلیک راست میکنید و آبا رو میذاره. وای میسید تا تهش پر بشه، یعنی همه برسن به اینجا که بعدیا رو بردارید چون باگ میشه و اولش نیم ساعت طول میکشه. کل این زمین ها خیس خوردن و خب نیاز به دونه دارن دیگه، یا ملون یا سید باید بذارید. حالا باید چجوری بذارید؟ نیاز به بکست آف سید دارین. بکست آف سید رو یا باید از داخل آنیتا بخرید یا چی برید گدایی کنید که بگین داداش تو رو خدا به من کمک کنید بهم بدید. وقتی کل اونا انجام شد و مثل ملون ما الان انجام شد باید یه کاری انجام بدید. تهشو و اولشو در نظر بگیرید و به این صورت اسنو بذارید داخلش و پایینشو سوراخ کنید. به این صورت مثلا که سری برگرده مثلا اینور. چجوری؟ حالا شما وقتی رفت و میرید تا اون ته یه 2 تا بلاک اینجوری سوراخ میکنید، زیرش هم سوراخ میکنید و این بغل این پایینش هم سوراخ میکنید و دوباره برمیگرد پایین، دوباره همینجوری سوراخ میکنید، یه پله تا همینجوری که راه پیدا کنه و بدونید که در بیان از اینجا. باید اینو انجام بدین به راحتی.
و تموم میشه. برای خوش کردن آب ها هم باید برگردیم بیایم داخل این بخش. همین ها با اسپام شدیم. اینجا یه خونه هستش، این خونه رو میریم داخلش و ازش اسفنج میخریم. اسفنج بیشتر از یه سگ نیاز نداریم خرید کنیم چون آخه نیازمون نمیشه. باید ملون هاتون کامل رشد کنه، یعنی اینکه این چیزاتون کامل خیس بخوره و این سیداتون رشد کنه به ملون تبدیل بشه. بعدش بیاین خوش کنید با این اسفنجا و اینجوری راحت‌تر خوش میشه ردیفی و با همین راحتی. چیز دیگه نمون، تموم شد کل فارم. ممنون تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. دوستتون دارم، مراقبت کنید. خدافظ.